ما هم نواشکرم رو گیرم نباشد. شنوندگان عزیز کمی هم باشد بلنگویک رو پستر کنید. این از وجود خود انسان وابسته، از تربیه انسان وابسته. از خواب بیدار شدیم؟ بله. بله. آها. انا اپای معلمه. حاضر یکونجا کار نمیکنم. با کدام از اینها اینجا پرسیدند که همکاری کردن میخواهند؟ با هر دوی همین میخواستم. کاری هنری به زندگی خلال نمیرساند. که خجسته در رادیو انتظار است. او رو انتظار نکنید. امکان پذیر بود. اگر که همین فناگرام رو از بین میبردن بسیار خوب میشد. اگر خاطرم بیایدم من با شما قصه نمیکنم. همراهی همه مهمون ها خجسته یک شرط داریم. خب با چه شرط؟ نوای رادیو. سلام علیکم میگم دوستان عزیز با کلی کیکتون. امیدوار هستم که همه شما صحت و سلامت و خوب هستید. امیدوار هستم که طبیب بالیده دارید و امیدوار هستم که یک صبح بسیار هم پر از شادی داشته باشید. و اینک بازم ما رسیدیم به اون لحظه هایی که شما دیر باز منتظر بودید. بازم رسیدیم به اون لحظه هایی که پیامک های شما رو ما حتما از اون نفری که شما انتظار هستید جوابش را خواهیم گرفت. اینک در مهمانی ما قرار دارند اپای عزیزی ما، هنرمند بسیار هم دوست داشتنی، بانوی بسیار هم زیبای صنعت تاجیک و ستاره ناتکرار در رادیوی نو در خانه خودشان قرار دارند. خجسته میرزا ولی خوش آمدید میگیم شما را. شکر زیاد خندیل جان. صبح با صفای همه خوش باشد و همه روزی نیک. خجسته میدونید من از چهره شما نگاه کرده ایستادم، البته همون احساسی که دیگرها دارند. بسیاری ها مثلا میگویند که نمیشود همین سحر بر وقت نشود، همین دیرتر مونید خندیل جان. از چهره خجسته همین خوابالودی نیست. نمیدونم شما امشب من خواب نکردید که تا اینکه سحر در خواب نمونید یا اینکه چگونه؟ من خواب کردم، کم خواب کردم، ولی بسیار شاد بودم که اشتراک میکنم در رادیو شما. برای همین باید حبی بالیده خستم از خواب. سلامت باشید. یعنی صبح از خواب خستن برای شما مشکل نیست؟ اگر که کاری مهم داشته باشم خب دیگر مشکل نیست دیگر چیکار کنم؟ باز وقت پیدا میکنم میروم خوب میروم. شما یک بار توجه کنید بینندگان عزیز، مشکل نیست خیلی دیگر چیکار کنم. یعنی این رو اکنون چگونه میفهمیم؟ این رو تنها با فکرم که بله، یعنی این مسئولیت است، این جوابگاری است و این رو باید احساس کند هر یک هنرمند. در عموم نسرین خوب تا بالیده است. بگذار که همیشه همین گونه زیبا باشید، همیشه همین گونه تابتون بالیده باشد. بیت سراول با خجسته، چون سالها اینجا از طرف شنوندگان هم خیلی زیاد هستند، از طرف خندیل تویروف باز بر زیاد هستند، اما ما زیادتر کوشش میکنیم که از شنونده های عزیزی که در اینستاگرام نوشتند و در تلگرام نوشتند و منتظر جواب ما هستند و حتی درخواست های بیننده های یوتیوبی هم که بسیار هم درخواست شد که خجسته میرزاولی رو خواهش میکنیم که برای دینا دعوت کنید و ما نیز این خواهش اونها رو رد نکردیم. این نه تنها خواهش خندیل تویروف است، این خواهش تمام شنونده های رادیوی نو است، این خواهش تمام بیننده های یوتیوبی رادیوی نو است. برای همین از نام همه اونها بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم. بگذار که همیشه آن همین گونه تابتون بالیده باشد و من باور دارم که صبح بر وقت خستن میارزد به خاطر همه اینها. بله ما با همین مردم عزیزمون زنده هستیم. بله خب اینک بیاید اکنون ما یک با سال اول میگذاریم که این سال رو فکر میکنم زیادی ها هم میدهند که خجسته محض چگونه توانست که به این ساحه راه بیابد؟ خجسته آیا خودش میخواست وارد شود یا اینکه تقدیر او را آورد به اینجا یا اینکه یعنی به این سوال ها یعنی چگونه وارد شدید به ساحه صنعت؟ از خردی هم در مکتب موسیقی تحصیل کردم، چون که از همون لحظه که خودم رو میشناختم میل به موسیقی با آوازخوانی داشتم و برای همین استعداد رو در وجود من دیدن. پدر و مادر مرا با مکتب موسیقی بردن. بعد از اون کنسرواتوری ملی همین طور من تحصیل کردم. من از خردی در درون موسیقی هستم. بهترین به همون خاطر هم یعنی وقتی که صدای خجسته رو میشنوی احساس میکنی که این صدای نیست که باید یک بار از کوچه پیدا شده باشد و این احساس میشود. یعنی از خردی
این برای خجسته. البته که من فکر میکنم که بینندگانی از شنوندگانی دائمی رادیوی نو، یعنی بسیاری ها میگویند که دختر مخصوصا در منتالیتت ما، در فرهنگ ما، دختر در قسمت موسیقی بسیار اذیت‌های زیاد دارد. اذیت یعنی عذاب‌های زیاد دارد. در موسیقی مثلا از طرف اویلا فشار میارند، از طرف مثلا دیگر مشکلی که هست، همه خیلی نگاه دارند مردم. شما چی نگاه دارین به این پیش؟ من تصور کردن نمیتونم. بسیار بد است اگر والدین قبول نکنند کار تو را. ولی خدا رو شکر من با این دوچار نشدم. در این مسئله مشکلی نداره. مشکلی ندارم، دوچار نشدم. برعکس دستگیری میکنند. برای همین خب نمیدونم، هر یک کار دشواری خود را دارد. من ندیدم. من که کارم رو دوست میدارم، در این ساحه من دشواری رو احساس نمیکنم. بهترین. و اینجا یک سوال دیگر از طرف یکی از شنونده های ما شده است. میگه که طرز اجرای شما، طرز اجرای سرودتان را در نظر دارد که بسیارتر به کدام سبک موسیقی رپ دارد نوشته است. من چون که خودم سرانده اپرا سرا هستم، ولی از اپرا به استرادا و خلقی کم وارد شدم، زینه به زینه. چون که در یک رویه درس میخونی، اون مکتب همون رویه رو میآموزی، خب گشتن به دیگر ژانر کمی دشواری میکند. ولی من فکر میکنم همچون رمانس سرا. همچون رمانس سرا. خب البته من دوستان عزیز با این نظر هستیم و شنوندگان عزیز سوالهای خود را خاطر رسان میکنیم که بنویسید در تلگرام 550055 ما از سوالهای خودمون یک طرف میرویم. حتما به سوالهای شما توجه میکنیم و خجسته هم آماده است که سوالهای شما را جواب بگرداند. بعد از اونی که من درباره تحصیل سخن کردم و میخواهم بفهمم خجسته که آیا در کشورهای خارج وقتی که شما تحصیل کردید، که من نمیگویم که به ایتالیا رفتید یا که به دیگر جا، من میخواهم بگویم که تحصیلات چگونه است و توصیه شما برای نسل نورازی که میخوان در خارج تحصیل کنند چی توصیه میدید و مخصوصا در ساحه موسیقی؟ در ساحه موسیقی کمی درس‌ها فرق میکنن. من چون که 5 سال در کنسرواتوار چی آموختم، ولی اون یک چند سالی که در ایتالیا آموختم مکتب اون دیگر بود، بلکانتو. برای من جوانایی که میخوان در خارج درس بگیرند، باید نه هراسند، روان درس بگیرند، چقدر میتوانند بیاموزند. برای من به فایده خودشون است، به ضرر نه. بله، یعنی امکانیت هست که در خارج خوب دیگه تحصیل کنند به یگان مشکلی به یگان، چون بسیاری ها میگویند که حتی اگر که والدین زید نباشد ما میتوانیم که یعنی به خارج برویم و حتی باور کنونیم، باید نه باور کنونیم. چون این مشکلی مثلا من به خاطر چی در این مسئله زیاد صحبت کرده استادم خجسته، به خاطر اینه که همین مشکلی در بسیاری یعنی دخترهای جوان ما هستند که صدای بسیار هم زیبا دارند، صدای بسیار هم شیرین دارند. در کوهستان، حتی در کوهستان ما که تاجیکستان ما زیاد مثلا مردممون اهالی دهات است، در کوهستان خیلی صداهای زیبا هست. یعنی صداهای به مانند خجسته الکی باز از سر نو تولید میشوند شاید، و اینها با سبب‌های گوناگون، یعنی با اون که مثلا والدین روزی نمیشود یا اینکه کسی دیگر، اینها نمیتوانند به این ساحه وارد شوند، اینها نمیتوانند به این یعنی رشته و به این چیزی که واقعا هم یکی از نقطه های مهم برای معرفی ملت است، برای معرفی چهره این سرزمین است، برای پرچم برداری است، اما ضدیت نشان میدهند. و برای اونها من در نظر دارم که توصیه شما چگونه است؟ چگونه میتوانند به مانند که خجسته توانست باوری حاصل نماید والدینش را که من میتوانم تحصیل کنم؟ چی توصیه دارد خجسته؟ سرول میخوام بگویم که دنیای موسیقی خیلی زیباست اگر درست آن رو پیش ببریم. بله، اینا مثل هم چون کسبای دیگر است، مثل دکتر شدن، مثل دیگر و دیگر. اینا هم چون که شما گفتین میتوانی پرچم سرزمینت رو ببرداری. برای همین این از وجود خود انسان وابسته، از تربیه انسان وابسته چطور زندگی میکند. نمیدونم برای چی والدین زیادشان همین خیلی فشار میارند و نمیمونند.
بله. خب دوستان عزیز، یعنی این توصیه‌ای بود که ما نسبت نسل نو است پیشنهادهای خجسته رو برای شما پیشنهاد کردیم و یعنی از اون نفرانی که از والدینی که مثلا نمیخواهند که فرزندانشان در این ساحه باشند ما دعوت به عمل میاریم که باید این کار رو بکنند، باید اجازت بدهند و باید که یعنی معرفیگری موسیقی تاجیک باشند. بیت ما توجه میکنیم به اون که کمی هم باشد، چون بسیاری ها در اینجا نوشته ایستادند که یگان سرود زنده بخوانند، یگان سرود زنده بخوانند. کدام سرود رو خجسته میخواهد برای ما خوانده باشد؟ من میخواهم که آریایی را بخوانید. برای من بسیار هم پسند است و برای من بسیار هم فکر میکنم برای دیگر شنونده ها نیز بسیار هم جالب است که آریایی را با صدای زنده و با صدای بسیار هم فارم خجسته میرزاعلی در یک جایی گوش کرده باشیم. در این صبح صادق سرود من آریایی هم برای شما. بله. کم میکروفون رو دور کنیم. بله. ما هم نواشی رو گیرم نباشد. شنوندگان عزیز کمی هم باشد بلنگویک رو پستر کنید تا اینکه خجسته میرزاعلی صدایش دیگر به همه ما آشنا است. رفتیم. از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز خورشید نور را در چار سوی سینه من جار میزند، جار میزند. من آریاییم. سلامت باشید، سلامت باشید. واقعا ما آریایی هستیم و اینک تالک شو. سلام علیکم و در استودیو با شما هستیم قندیل طاهرов. خاطر رسان میکنیم که سرنده بسیار هم خوش‌صدا و نفرانی که نوکک پیوست شدند خجسته میرزاولی پیشنهاد شما میشود و اینک ما در یک جایی سوالهای شما را منتظر هستیم. همراه خجسته هم خیلی خجسته. بله بله. خجسته خسته نشدید؟ نه. از خواب بیدار شدیم؟ بله. بهترین. پس بیاید اکنون توجه میکنیم با قسمت اونه که قندیل طاهرов چند سوال آماده کرده است. این سوال ها رو میخواهد بپرسد. البته دعوت ما هم تو نشود یکو. خجسته این زمان شما اکنون دوام چند سال است که کار و فعالیت میکنید و هم در تئاتر کار کردید، هم در ارکستر کار کردید و این زمان با در کجا کار کرده استادید این رو هم میپرسیم. چگونه است یعنی در جایهای گوناگون کار کردن در تئاتر؟ عموما احساسات تئاتری چگونه است برای شما؟ چگونه بود؟ احساسات خوب بود. بعدی که از ایتالیا اومدم چون گفتم که من باید تئاتر روم، یک سال کار کردم ولی از حسابی که بسیار وقتی آدم رو میگیرد من نتوانستم. ولی اونجا باید تو از صبح تا شام باشی اونجا. من نمیتونستم برای پیشرفت کردن ایجاد کردن من با کارهای شخصی هم خیلی بند بودم. 2 سال در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان درس دادم. باز بله معلم بودم. اپای معلمه 2 سال درس دادم. اونم خیلی زیاد وقتم رو گرفت. بعداً 7 سال در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت کار کردم. حاضر اونجا کار نمیکنم، شوهر ندارم، خونه. من گفتم کار نمیکنم، آزاد هستم، شوهر ندارم، تکشتا همین خیل چی میگن یک نفر آزاد، یک پرنده پرواز میکردگی در هوای گشاد. هنرمند باید آزاد. رقم تلفن 4462 00 955 رجای نو. برای هنرمند آزاد بودن خیلی مهم است. بهترین. یعنی کار هنری به زندگی خلال نمیرساند؟ خلال از کدام جهت؟ در عموم به من نمیرساند. نه به من نمیرساند. به خجسته اون دیده که من در زندگی دارم و چطور میخوام زندگی کردن به من پسند است. یعنی خجسته راحت است؟ راحت هستم بله. حتی بگویم که از راحتی دیگر شب و روز هم که در بالای هنر باشم باز هم میخوام در هنر باشم. کارم رو دوست میدارم. بله بهترین. و اینک بیت من اکنون از یک چیزی دیگر با خجسته بپرسم که انکتر از من نه، چون اینجا به همین مضمون سوال هم شده است. من میخوام که هم سوالی بیننده رو شنونده رو برایتون پیشنهاد کرده باشیم و در برابر این هم از خودم بپرسم که خجسته میرزاولی زیادتر
дар саҳна буданро барои худ масалан роҳаттар медонад ё ин ки дар вақти сабту барои масалан ба наворгирию клипу дигару ҳолатҳо кадомаш бароятон бисёртар озодтар роҳаттар аст? ҳамаш ягон таш ба ман душворӣ надорад. кадомашро масалан агар шуморо гӯянд ки дар саҳна баромад мекунед ва биед рафтем ба наворгирӣ кадомашро интихоб мекардед? Саҳна. Бале. Саҳна роҳат энержии дигар мегирам. خب یکی از شنونده‌های ما نوشته است سلام علیکم پای خجسته خوش آمدید میگیم شما رو به رادیوی نو. نوشته است که سراینده هست که از او شما الهام بگیرید یا آرزوی همکاری کردن داشته باشید؟ سراینده هایی که من دوست می‌دارم این وابسته خانم گوگوش بسیار گوش میکنم. اندریا بچلی من یک 10 روز پیش در کنسرت اونها اشتراک کردم در رگستان سمرقند. بله. زیاد هنرمندایی که با من پسند هستند. با کدام از اینها اینجا پرسیدند که همکاری کردن میخواهند؟ با هر دوی همین میخواستم. میخواستم. زنگ زنم؟ که خجسته در رادیو انتظار است. او رو انتظار نکنید. امکان پذیر میشود. و روزی میشود که خجسته همین واقعا رخ میدهد و میگه که میشد است. برای همین موفقیت میخوایم و من باور دارم واقعا با این دو نفر سرود خواندن آرزوی بسیاری از سراینده ها هست. برای همین آرزوی شما هم باور دارم که عملی میشود چون من باور دارم که خجسته نزدیکتر است به این سفره و خجسته یعنی با وقتی که گوگوش رو گوش میکنی و خجسته رو گوش میکنی و هر دو این باید با هم یک سرود سراییده باشن. و اینک بیاید اکنون توجه میکنیم به نقشه های خجسته. ببینیم که خجسته این شب و روزها چی نقشه دارد، این شب و روزها چی سورپرایز های دیگر دارد، این شب و روزها چی پیشنهادهای دیگر دارد برای ما و شما شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی. تا آخر سال یک 3-4 ماه 3 ماه دیگر ماند. خب ما تصمیم داریم دیروز رفتیم ترانه نو رو ثبت کردیم ویدیو کلیپش رو در منظره های زیبای وطنمون در نارک. بله و یک سرود لیریکی دیگه انیقترش 2 سرود دیگر تا آخر سال برای مردم پیشکش میگردد امروی نوارای ویدیویش. ای سلامت باشی. سلامت باشی. یک تاش لیریکی است یکی دیگرش هم خیلی جذاب است رقصی است و ما بسیار کار کرده ایستاده بودیم که کنسرت خود رو بگذاریم همین سال. برای همین حال انیق نمیدونم یا ماه نوامبر یا اینکه این رو ما تا نوروز میمونیم برای که کنسرت از شروع تا آخر زنده میشود. بله. برای همین کمی کار طلب میکند و اینجا ماه نوامبر من در یک فستیوال اشتراک میکنم در چین. با اون فستیوال من ناظر بسیار بند هستم آمادگی گرفته ایستادم. برای همین نمیدونم ما وقتمون کمی کم است ولی همین 1-2-3 ماه پس شاید کنسرت زنده خود را هم بگذارم. شاید 4 ماه بعد. بله نسبت این موضوع ما پایان‌تر سوال داشتیم که کنسرت زنده خجسته رو ما بی‌صبرانه منتظر هستیم. تصمیم ما ماه سپتامبر اکتبر بود ولی وقت تنگی کرده ایستاده است برای و همه وقت یعنی به خاطر آن تنگی میکند که امکانیت خوبتر فراهم بیاید برای شما. برای همین این مسئله یگان مشکلی نیست و ما بی‌صبرانه منتظر هستیم که خجسته میرزاولی در برابر اینه که شما مثلا باز هم یک خبر خوب رو برای شنوندگان و بینندگان یعنی کانال یوتیوب ما دیده و گفته توانستید که اینم به طور زنده دوامی شاید مثلا 1.5 ساعت شاید 2 ساعت به طور زنده خواندن این یک مثل تاجیکانه آمد که کار هر کس نیست خیرمن کوفتن. برای همین یعنی این کار رو ما بی‌صبرانه منتظر هستیم. یعنی حتما به طور زنده ما کنسرت رو خواهیم دید و چون که خجسته وقتی که در دل خواه کنسرت های ما وقتی که اشتراک میکنند تقریبا 90% اگر خطا نکنم به طور زنده میخوندیم. همه سرودهایی که در رادیو نو بود به طور زنده بود. همین خیلی است. و این هم یعنی در این سال هم ما هم کنسرتی که از رادیو نو برگزار می شود من
باور دارم که با سرودی نوی خجسته میرزاولی با بسیار هم یک سرودی رقصی حتما این کار رو ما با انجام میرسانیم و سرودی نوبتی که خجسته گفتن که سرودی رقصی است این در کنسرت رادیوی نو حتما ماه نوامبر ما در نقشه داریم که مراسم جایزه سپاری برگزار بگردد و خجسته نیز در اونجا برآمد خواهد کرد بازم به طور زنده. بله همین تمام تلاش و کوشش های ما برای بهر همین است. بله که در آخر سال یعنی کنسرت زنده باید تمام سراینده های ما این کنسرت زنده رو برگزار بکنند، تمام سراینده ها. اما متاسفانه ما میبینیم که این گونه نیست. چی نظر دارید به همین خجسته؟ اگر که همین فناگرام رو از بین میبردن بسیار خوب میشد. خب که همون هنرمندان اصیل میموندند روی استیج. ولی ما در این روزا اهمیت میدیم که شخصانی هستند که اونقدر تالنت ندارند. بله. ولی نمیدونم از حسابی فکر میکنند که راه آسانی دریافتی مبلغ است یا اینکه تستر مشهور شدن، میدین لیچنس شدن، شاید برای همین میکنن. من نمیدونم. ولی اگر فناگرام رو از بین ببریم بسیار خوب میشه. خجسته یک چیز خوب گفتید از شما که آیا هنرمند مبلغ رو به آسانی به دست آورده میتواند که این رو مردم زیاد همین خیلی فکر میکنن؟ نه این آسان نیست. تا اون لحظه که تو مثال درآمدی خوب پیدا کردن تو باید اینقدر سهم بگذاری که ترانه ها بسازی. اینم خرج مصرفی خرج است. تا اینکه تو رو مردم قبول کند اینم خیلی باید آدم مهنت کند. من برای چی پرسیدم مثلا در مورد جوان ها، چون جوان های ما امروز صنعتکارانی که هستند زیادشان، من نمیگم همه اما زیادی ها هستند که مثلا میبینم بعد میگم من هم آفیس شدم میتونستم کورنگی همونا. بسیار مرا کامپیوتر هست، میکروفون هست، آهنگ هست، آوازی من باشه اگر نه صدای من خودم با خودم معقول است. لیکن انا تو مرا خیلی غمگین میکنند. با همون خاطر من گفته استادم که یعنی این تا کجا دوام میکند این از این رو باید سر راهش گرفت. لیکن یک چیزی دیگر است. ما اگر به شرط ما نمیتوانیم یوتیوب این یک پرسترانستوی آزاد است. سامانه اجتماعی. بله سامانه اجتماعی حاضر خیلی آسان‌تر شده است که یک چیز رو ثبت کنی و اونجا پخش کنی. بله. این مثل سالهای پیش نیست که تو رفتی نمره یا اجازت گرفتی از اتفاق نویسندگان، از اتفاق کمپوزیتوران و گذشتی دیگر بعد به تو اجازت نامه دادند و بعد رفتی سرود را خواندی یا اینکه کلیپت رو به انجام رسانیدی. تمام حاضر حتی اسوسیال اینتلیکت برآمده است دیگر یک عکس لازم است خلاص دیگر هم کلیپ میسازد هم سرود میخواند هم رقص میکند نمیدونم. برای همین یعنی نسبت هنر خجسته میرزاولی چی فکر دارد که آیا تأثیرات سامانه های اجتماعی برای هنر امروزه تا کدام اندازه ضرر و تا کدام اندازه فایده خیش دارد؟ من مقایسه میکنم اون کنسرت هایی که سالهای پیش بود، یک 20 سال پیش که اون وقت مثال در همه جا هم نبود، فیته ها و این چیزا نبود، اینترنت نبود، برای مردم خیلی جالب بود که روند تیکت گیرند و با کنسرت ببینن. حاضر چی است دست کودک 5 ساله هم تلفن هست همه چیز رو میبینن، بسیار برایشون یک چیز عادی شده است. من فکر میکنم ولی هستن نفرانی که دوست میدارن گوش میکنن میویند. بله صفی اونها خوب کاش زیادتر شود. من باور دارم که صفی اونها کم نمیشود، صفی اونها زیادتر میشود ولی دیگرگونی هست. پیش برایشون جالبتر بود، حالا کمی از حسابی که همه چی دسترس است. بله. خب خجسته میرزاولی یگان من فکر میکنم که بیت سروده که باسم همیشه بروسا در ورد زبانی مردم است و در میگردی در رادیو، میگردی در تلویزیون، میگردی در ماشین، میگردی در خانه، میگردی در تلفن موبیلی. سلامت باشی. در تالک شو سلام علیکم. بیت ما سرود سلامت باشی را برای حتی یک دخترچه من همگی حالا 3 ساله نشده است، هر روز همین را گوش میکنه. سلامت باشی گفته او رقص میکنند. به همون خاطر بیاد بهر مخلصان به طور زنده اگر که توانسته باشیم این رو چند مصرعش را بخونیم بسیارم خوب میشه. انار دانه میکنم برای دیدنت بهانه میکنم،
تلاشی کردت مرا کفایه نیست موی درازم روشان میکنم سلامت باشی تو سلامت باشی مبادا از ما تو ملامت باشی سلامت باشی سلامت باشی ببخشایم اگر تو ملامت باشی این یک سروده که همین خیلی بسیار سروده خوب. بله من بسیار مضمونای مرکب میخونم برای همین وقتی این ترانه رو سردم برای مردم جالب شد که چگونه میتواند این خیلی چیزی ساده رو بخونند ولی این چیزا لازم خوب است. بله لازم است. ببینید بیت اکنون بازم رفتیم سلامت باشی گوش میکنید تلاشی کردت مرا کفایه نیست موی درازم روشان میکنم سلامت باشی تو سلامت باشی خوجستا بله اینجا یک نفر سوال داده است که سلام گفته است سلام میگویم به شما نیست یک روزی کامل شما چگونه میگذرد یعنی در نظر دارد از صبح تا شام چگونه روزتان میگذرد روزای من هر خیلند وابسته از اون است که در کجا من بند هستم نه امروز در رادیو هستم باز میرم خانه یک چند کارهای خانه‌ام رو میکنم بعد باز بگاه محفل دارم اونجا میروم فردا نیز همین طور صبح در یک جای دیگر بگاه در یک جای دیگر یعنی همه روز هر خیله ولی همه روز هر خیل روزای استراحتی کم است کم نیست این طور می شود که یک دو سه روز روزای استراحتی باشد من همون روزا رو در بستر خوابم در تخت خوابم میگذرونم فیلم تماشا میکنم عصبم رو آروم میکنم غذای نغز میپزم با خانواده میشینم با دوستان ولی باز خوجسته عصبی میشه زیاد در وقتی عصبی از پیشم نبرو گفتن دکور میشم عصبی هم میشم ولی همه امین اموسیون رو میکنم اموسیا میکنید یا اینکه فقط یعنی به خاطر اموسیا کار میکنید یا اینکه چگونه من خیلی آدم احساساتی هستم از احساسات زیادتر وابسته هستم ایموشنال نه برای همینم این چیز در سرودایت احساس میشه شاید نمیدونم بله این چیز احساس میشود که خودست خیلی احساسی هستند یعنی احساسی هستند اما غضبناک احساس نمیشه نه غضبناک نیستید جنگره نیستید نه اصلا یک بار بیا جنگ کنیم چه میشه نمیتوانم اصلا نمیتوانم نه من کوشش میکنم که در همین حالت‌ها رو حالت دیپلماتی حل کنم خیلی گریه کنید مالش گریه ندارم نه گریه خیلی خنده کنید خنده نخندید اسلام بهترین و اینک بیاد اکنون دوستان عزیز ما گزارش میکنیم به قسمت سوالهای دیگری شما اینجا خیلی سوالها واقعا هم زیاد هستند نوشته است که تا امروز کدام انتخاب هنری شما را یعنی سخت‌ترین قرار میشمارید نمایش مودی خورشید سنتورف که خورشید برایم غزل مولانا جلال‌الدین رومی رو داد دل نزدیک کسی بنشین که او از دل خبر دارد بله چه سرود خوبه بله داد گفت که اینا خودت باید آهنگ بسازی برای همون برآمدنی کلکسیای مولانا اش خب و من ششتمو بار نخست ایجاد کردم یک این غزل در روی همین غزل کار کردم و ایجاد کردم بله دشوار بود همین ولی ما کردیم خوبم برآمده است گوش کردید؟ بله من گوش کردم خوبم برآمده است و اینک اکنون من از چی برای آن میپرسم به خاطر اونه که باید زیادتر خوجسته مولانا میخوانند واقعا هم حافظ مولانا این یعنی آهنگ شماست از شاهنامه یگان مرتبه برای خودتان یعنی انتخاب کردید یگان چیزی و نه برای سرایدن نه ولی در آینده شاید بکنم شاهنامه رو خوندم خیلی بله ولی باید ببینم یگان چیز برای خواندن یک سرود برای آماده شدن یک سرود چقدر وقت صرف می شود اگر این ترانه های ساده باشن وقت کمتر ولی اگر مرکب باشد میانه فرض کردید میانه خب اگر که خواهید تست کنید تو میتونید در 5 روزم بکنید ولی من فکر میکنم یک 10 روز برای تیار کردن فقط برای تیار کردنش به حساب میانه 10 روز 2 هفته
یعنی تو ثبت کلیپ و تو اینها تو مونتاژ و تو اینها تقریبا شاید یک ماه زیادتر. یک ماه وقت میگیره. یک ماه. اگر 15 روز روی MP3 ترانه کار کنی 15 روز روی ویدیو کلیپ همین یک ماه در کار. یعنی در یک سال امکانیت 12 سرود تیار کردن هست. اما یعنی من فکر میکنم که اگر که 12 سرود تیار کردی باید همش هر خیلی باشد و برای ما خاطر مثلا بسیاری سرانده هستن که میگن مشکل است نمیشود همین یک دو سرود میخونم دیگر کارام زیاد. یعنی این از چی است؟ از مسئولیت نبوده. مسئولیت بله. نمیدونم گوخل مردمی هستن که میگویند اگر همین دو ترانه هم بکنین ترانه خوب بکنی. هستن مردمی که با چند ترانه میکنن. من هر سال نکم از یک 5-6 ترانه میبرم. 2-3 تاش ویدیو 2-3 تاش همین خیل MP3 بله. ما چند سال داریم که به همه مهمون هایمون میدیم در آخری برنامه و فکر میکنم که این سالها برای من مخصوصا مهم است و برای بیننده یوتیوب شاید مهم باشد و برای همه شاید مهم باشد یا اینکه نه نمیدونم. اما من میخواهم که کمی احساسی هستند. کمی بالای احساسی، چون شما گفتید من احساسی هستم. ما هم کوشش کردیم که با احساسی شما کمی هم بازی کرده باشیم. اگر که آماده باشید بیت ما توجه میکنیم. آماده هستید؟ بله آماده. خجسته شهرت به شما چی میدهد و یگان مراتبه از شهرت سوء استفاده کرده اید؟ شهرت بله طریق زندگی آدم رو عوض میکند. تو دیگر آزاد نیستی که مثل همه کجای خواهی بروی چی کاری خواهی بکنی باید همه رو کنترل کرد. جهت‌های خوبش هم زیاد هستند. یگان بار از شهرت سوء استفاده کرده؟ فکر نکنم که کردم، ولی شهرت در زندگیم خیلی کمک میکند. خجسته مرگتون رو چگونه تصور میکنید؟ کوشش میکنم روی این چیز زیاد فکر نکنم، ولی نمیدونم زندگی یک چیزی است که نمیدونی فردا چی گپ میشود، بعد از 1 ساعت چی گپ میشود. ولی بسیار میخواستم که در خونم حلال و پاک در پیش نزدیکان همین خیل، ولی این خیل جدی روی این فکر نکردم. من همیشه تیار هستم که با پروردگارم روبرو شوم و پیش پروردگارم برگردم. بله. خب سال آخرین این است که باری شده است که در تنهایی از مشکلی ها اشک ریخته باشد. می شود زیاد وقتی که همش جمع می شود و خسته می شوم، زیاد وقت این اشک گریه کردن برایم خیلی کمک می کند، سبکتر می شوم. به خاطر دارید یکان مشکلی وزنی نداره که همین گونه حالت دار گرفتار شده؟ اگر خاطرم بیایدم من با شما قصه نمی کنم. من جای نازکی خود رو سلابستی های خود رو کوشش میکنم که نگویم، ولی منم آدم هستم. مقصد مثل همه زندگی میکنم، مثل همه پرابلم هم دارم، روزای خوشم دارم، روزای بدم دارم. برای همین گریه بسیار برای من کمک میکند و من خدا رو شکر میکنم که والدین دارم که من را از همه جهت میفهمند و دستگیری میکنند. من چی دشواری شد امروی همشیرم اپام میزنم ممتاز جان با همروی مادر جانم و کوشش میکنیم که اویلوی به یکدیگر کمک کنیم. دستگیری اویله خیلی مهم است. بهترین. البته دستگیری اویله واقعا هم مهم است برای همه حالت و بگذار که همه وقت همین گونه در پشت همدیگر باشید، بگذار که همین گونه احساسات را با همدیگر تقسیم کنید و تبسمتون را با بیننده، چون درد احساس در زندگی برای هر یک نفر، برای چی هنرمند، چی مثلا دختر، چی دلخواه نفر، حتی مثلا مردم عادی که به یگان کار شغل ندارد، برای اونها مهم است و درد
هر یک نفر دارد و این درد رو کی چگونه تقسیم بندی میکند این از خود اون نفر وابستگی دارد. اما خجسته میرزا علی میرزا ولی خجسته میرزا ولی دردش رو چگونه تقسیم بندی میکند برای اون نفرانی که بسیار درد دارن چگونه تقسیم بندی میکنند این رو میتونید تقسیم بندی یعنی چی؟ یعنی تقسیم بندی یعنی آنکه مثلا درد را چگونه از خود دور میکنید با کدام راه ها با کدام بهانه ها. کوشش میکنم که بکار نباشم زیادتر در اون حالت دیپرسی. با پسیخولوگا کار میکنم. روزای میشود که خیلی دشوار میشود برایم. با پسیخولوگ دارم من با هم که صحبت میکنم بسیار برایم کمک میکند. کوشش میکنم که بکار نمونم. میرم با سویمینگ شناوری میروم شناکنی میروم. بسیار آرام میکند عصبی آدم رو. با دوستان نشستن در کار. من حاضر 32 سال دارم. در همین 32 سال حجم دوستانم کمتر شد ولی دوستانی هستند که برایم نزدیک هستند و مدتی 10-15 سال اونا رو میشناسم. کوشش میکنم با اونا بنشینم پیش او چم روم نزدیکشم پیش باید تأمین حالتهای دیپرسی آدم باید تنها نباشد. بله. و خودت رو با چیزی مشغول بکنی کار بکنی یک نمیدونم سرود بخونی یک ایجاد کنی. بله. خب دوستان عزیز اکنون ما با همین فکر میکنم که آیسته رسیدیم به قسمت اخیر و بیت من یک زده چه میتیم یک زده وقتی که زده چه میشود علاقه خود خب خجسته من میدونم که شما لطیفه رو زیاد دوست میدارید. لطیفه رو زیاد دوست میدارید. گوش کردنش رو گفتنش رو نمیدونم من یگان لطیفه نمیدونید. نمیدونم. خب چیکار کنیم برای شنونده ها مثلا یگان تیزگویک میدونید حداقل؟ نه نمیدونید. تیزگویک من بگویم تکرار کردم میتونه؟ خیلی بگیم کوشش میکنم. 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در صندوق 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در یک صندوق. بله امینه تیز گفتم. 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در صندوق 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در یک صندوق 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در یک صندوق. یک بار دیگه 30 صندوق 30 صندوق همه صندوق در یک صندوق. ببینید خاطره خجسته میرزا واقعا هم با قوت بوده است و این به خاطر چی بود؟ به خاطر اونه که همون حالت همون انرژی همون سالها کمی هم دور شد از ما. بله علاقه دور شدن و اینک دوستان عزیز بیت سبزی نرنگ این بله این سرود رو میخونیم و با همین سرود ما خیر خوش میکنیم. بیت یک جایی هم خجسته با خجسته میخوند و پیش از آنه که این سرود رو برای شما پیشنهاد کنیم شنوندگان عزیز ما همراهی همه مهمان ها خجسته یک شرط داریم. خب با چی شرط؟ باز چی شرط؟ خجسته باز چی شرط؟ در یک جایی ما میگیم تالک شو سلام علیکم در آخر تالک شو سلام علیکم. بله بیت آخرین صحبتات آخرین سخنهایتان رو برای شنونده ها میگوییم و بعدا با این جمع پس میکنیم. برای تمام مردم عزیزم برای تمام تاجیکانی سربلند روزی خوش رو تمنا دارم. بگذار که روزی خوب داشته باشند خنده از لبانشان دور نشود اصلا زیقی نکنند زندگی زیباست. بله. زیبا بگذرد برای همین با امید نیکی ها خوبی ها با امید روزی خوش سلامت باشید و اکنون دوستان عزیز خاطرتان میکنیم که خجسته میرزا ولی بودند. پیشنهادی شما در یک ساعت صحبت خیلی هم باور دارم که خوب داشتیم و با این صحبت خوب ما خیر خوش میکنیم اما این صحبتی آخر نخواهد بود حتما باز وا خواهیم خورد. خدا نگهبانتون باشد آنهایی که در راه هستید راهی سفید آنهایی که در خانه هستید استراحتی با فراغت و آنهایی که در جای کار هستید برای کار و کامیابی نصیبتون باشد. روزهای استراحتی رو بسیار هم خوب بگذرانید و روز دوشنبه ما حتما باز وا خواهیم خورد. اینک ما گزارش میکنیم با قسمت 2-1-0 تالک شو سلام علیکم سبزی نرنگ آمده میمونم کنی ها